Mavi mavi masmavi gözlerim olcu. Yine hasretle bir güne giriyorum hayali. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. یه ویدیوی خیلی زیبا و متفاوت داریم، ویدیویی برای خاطره سازترین آهنگ‌های دهه 80 و 90 میلادی ترکیه. مطمئنم که شما هم خیلی‌هاش رو اگر بشنوین خاطراتون براتون زنده میشن. با سال 2017 تا انتهای ویدیو همراه باشید. البته که برای چنین ویدیویی شایسته است کار رو با استاد و امپراتور صدای ترکیه شروع بکنیم. دهه 80 که شروع شد، ابراهیم تاتلیساس بی‌رحمانه داشت قله‌های موفقیت موسیقی ترکیه رو یکی یکی فتح می‌کرد و تقریباً کسی یارای رقابت با اون رو نداشت. تو سال 1982 که شاید خیلی از ماها هنوز به دنیا نیومده بودیم، ابراهیم با آلبوم مطلع یه بار دیگه قلب‌ها رو تسخیر کرد و گل این آلبوم آهنگی بود با همین نام. قطعی از این اثر فوق‌العاده رو بیاید با هم دیگه بشنویم. Bir tek dileğim var mutluğum yeter. این آهنگ انقدر محبوب و نوستالژی بود که تو سال 2017 توسط ابراهیم تاتلیساس بازخوانی و پخش مجدد شد. این ترک به حدی از منظر عاشقانه برای مردم ترکیه مقدسه که توی اقدام زیبا تو سریال مشهور و زیبای چوکرووا تو متن سریال از این آهنگ زیبا استفاده شد. Bilsen bile benim için fark etmez. البته که فقط با یه موزیک از امپراتور نمیتونیم کار رو ببندیم. یه آهنگ دیگه از ابراهیم تاتلیساس بزرگ که مربوط به دهه 80 و به طور دقیق باید بگم تو بهار سال 1985 ضبط و پخش شد، آهنگ بسیار دوست داشتنی ماوی ماوی هست. Mavi mavi masmavi gözlerim olcu mavi. جالبه که بدونید اولا این آهنگ متعلق به یه آلبوم با همین عنوان ماوی ماوی بود و علاوه بر اون همین آلبوم تو اون دوره با فروش 7 میلیونی رکورد فروش آلبوم‌های قبلی و حتی بعدی ابراهیم رو زد. و یه موضوع جالب این که هولیا افشار بازیگر موزیک ویدیوی این آهنگ زیبا بود. میدونم شما هم با من موافقی که انتخاب بهترین آهنگ از بین این همه شاهکار متعلق به ابراهیم تاتلیساس واقعا کار سختیه، ولی خب حالا ما سعی کردیم اون مواردی رو یادآوری و باهاشون خاطره بازی کنیم که همه gir شده بودن. آهنگ بعدی و خاطره ساز آهنگ هولیا هست. Neden böyle derdini söyle. اتفاقا یه سال بعد از انتشار این آهنگ فیلمی هم براش ساخته شد با هنرمندی ابراهیم تاتلیساس و البته هولیا افشار که برای دوره خودش فیلم عاشقانه قشنگ و بی شیله پیله‌ای بود. برسیم به اسطوره دوست داشتنی بعدی، سیبل جان زیبا. سیبل اولین آلبومش سال 1987 و آلبوم دومش 1989 با عنوان بولورسون بنی منتشر شد. تو این آلبوم آهنگ عاشقسın بسیار مورد توجه قرار گرفت و هنوزم که هنوزه مردمونو به خاطر دارن. Laf aramızda kalsın, sen aşıksın arkadaş. سیبل جانی که با دور تند پله‌های ترقی رو طی می‌کرد و سالی حداقل یه آلبوم رو تو دستور کارش داشت، بعد از انتشار 7 آلبوم بعد از آلبوم دومش تو سال 1997 به معنای واقعی ترکوند. چرا که هم استایل و ظاهرش خیلی متفاوت‌تر از سالهای قبلش بود، همین که تو کلیپ ویدیوهای خیلی متفاوت و به روز ظاهر شد و مهمتر این که چند تا آهنگ مدرن و شاد تو آلبومش داشت که زیباترین آهنگش پادشاه هست که مطمئنم خیلیاتون هم به یاد دارین و هم دوستش دارین. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme. سیبل جان همیشه زیبا بوده و هست، ولی به اعتقاد خیلی از مردم توی این دوره و خصوصا موزیک ویدیوی مربوط به آهنگ پادشاه در زیباترین حالت استایل خودش قرار داره، چون بعدها سیبل به خاطر یک سری مشکلات جسمی مجبور به درمانهایی شد که باعث افزایش وزن شدیدش شدن. البته که چیزی از زیبایی خودش و صداش کم نمیکنه.
و اما یکی دیگه از آهنگ‌های قشنگ و دلنشین سیبل جان، جوری که انگار فقط برازنده خودش هست، آهنگ بنج تالیح از آلبوم daha yolun başındayım هست که اواخر دهه 90 منتشر شد. Bence talih, bence şansın, bir de aşkın adresi yok. خوبه که بدونید سیبل جان حین کار برای ساخت و انتشار آهنگ‌های این آلبوم پررنج‌ترین و ملتهب‌ترین روزهای زندگیش رو میگذرون، چرا که بعد از 11 سال زندگی مشترک از اولین عشق و همسرش تو همین دوره جدا شد. خواننده خاطره‌ساز بعدی که البته همرده و همدوره ابراهیم بود کسی نیست جز مرحوم احمد کایا. همتون میدونید که سرنوشت غم‌انگیز کایا چه بود و چه به سرش آوردن. البته ویدیو کاملی هم ازش توی کانال داریم. احمد کایا هم آثار فاخرش خیلی زیاده، ولی یکی از آهنگاش که حسابی خاطره‌ساز هست برای merdum آهنگ گیدریمه. با هم بشنویم. این آهنگ تو ترکیه به قدری محبوبه که تا حالا چندین خواننده ترک اون رو بازخوانی کردن. دیگر آهنگ فوق محبوب کایا که از همون آلبومه قطعه نردن بیلجکسینیت هست، یه اثر فوق‌العاده زیبا و اصیل که البته درد و غمی که کایا تو زندگیش متحمل شده رو به تصویر میکشه. این آهنگ احمد کایا چند سال پیش توسط دنیستکی یکی از خواننده‌های تقریباً قدیمی ترکیه بازخوانی شده. گرچه به گفته خودش چون این یه قطعه خیلی خاص و بی‌نظیره، بازخوانیش ریسک بزرگی بود و استرس داشته که مردم چه فیدبکی نشون میدن، ولی نتیجه خوب بوده و بازخورد خوبی هم از مخاطب‌ها گرفته. خب نوبتی هم باشه، نوبت دیگر استاد صدای ترکیه است، محسون کرمزگül. محسون که تقریبا هم دوره سیبل جان هست، اولین آلبومش رو تو 15 سالگی منتشر کرد. داستان زندگیش رو هم قبلا تو کانال براتون کامل شرح دادم، ولی محسون تو سال 1994 با آلبوم اونیکیدم وراجام گل کرد و قشنگترین آهنگش هم که خیلی ترند شد آهنگ ببین بینیم بود. با هم بشنویم. Bebeğim benim, bebeğim benim, ilk adarım, sevdiğim benim. و اما قدرت محسون فراتر از اینها بود و فراتر هم عمل کرد. تو سال 1998 رکوردی رو شکست که تا اون موقع بی سابقه بود. محسون تو این سال با آلبوم یکلمادوم اومد و 2 تا از آهنگای این آلبوم گل سرسبدش بود. یکیش آهنگ یکلمادوم بود که واقعا زیباست. جالبه که اینو بهتون بگم، محسون این آهنگ رو در توصیف تمام سختی هایی که تو زندگیش کشیده و دشمنی هایی که دیده و همچنین رنج مادرش که تو فقر و تنهایی بزرگش کرده خونده و اونو تقدیم به مادرش کرده که خیلی خیلی زیاد براش عزیز بود. و گل بعدی این آلبوم رکورد شکن آهنگی که میدونم خیلیاتون دوستش دارید، آهنگ بلالم که همراه با یه موزیک ویدیوی خفن برای دوران خودش بود که حالت داستانی زیبایی داشت و حس آهنگ به خوبی باهاش ترکیب شده بود. Yine başım belalarda, mutlu musun oralarda belalım. البته که این آهنگ در اون بازه زمانی برای هر کسی که قلبش با عشق آشنا بود یا درد عشق کشیده بود مرهم و همراه خیلی خوبی بود. جهت یادآوری باید بگم به خاطر قوانین پلتفرمی که توش هستیم بازه زمانی آهنگ‌ها محدود هست میدونم، ولی امیدوارم که لذت برده باشید. اگر این سبک ویدیو رو دوست داشتید و میخواین که این خاطره بازی‌ها ادامه پیدا بکنه، حتما تو کامنت ها با ما همراه باشید و حس حالتون رو بنویسید و بگید که کدوم آهنگ رو بیشتر دوست داشتید یا هنوزم بهش گوش میدید. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.